سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدی به ویدیوی خودت و به یک ویدیوی کتاب خونی. کتاب عادتهای اتمی. قراره که زیر نور ماه براتون کتاب بخونم. کاری نداریم، میریم سراغ بخش اول کتاب. خب، فصل اول، قدرت شگفت‌انگیز و خارق‌العاده عادت‌های اتمی. در یکی از روزهای سال 2003 سرنوشت دوچرخه سواری بریتانیا به کلی عوض شد. این فدراسیون به عنوان مقام مسئول دوچرخه سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر دیو بریلزفورد را به عنوان مدیر اجرایی این ورزش منصوب کرد. در آن زمان از تأسیس دوچرخه سواری حرفه‌ای در بریتانیای کبیر نزدیک به 100 سال می‌گذشت و آنها هیچ فعالیت درخشانی نداشتند. رکاب زنان بریتانیایی فقط در سال 1908 یک مدال طلا را از آن خود کرده بودند. حتی در بزرگترین مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس وضعیت فاجعه آمیز و بسیار بدی داشتند، به گونه‌ای که طی 108 سال گذشته حتی یک رکاب زن انگلیسی نتوانسته بود در این مسابقات برنده شود. در حقیقت عملکرد دوچرخه سواران انگلیسی به حدی تأسف‌بار و ناراحت کننده بود که یکی از تولید کنندگان برتر دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه هایش به تیم بریتانیا خودداری کرد. آنها از این موضوع می‌ترسیدند که اگر سایر دوچرخه سواران حرفه‌ای ببینند که رکاب زنان انگلیسی از دوچرخه های آنها استفاده می‌کنند، از خریدن دوچرخه هایشان امتناع ورزند و به این ترتیب به فروششان لطمه بخورد. بریلزفورد استخدام شد تا دوچرخه سواران بریتانیا را در مسیر جدیدی قرار دهد. چیزی که بریلزفورد را از مربیان قبلی متمایز می‌کرد تعهد و پشتکار مداوم او به یک استراتژی بود که اسمش را اجتماع دستاوردهای کوچک گذاشت. این استراتژی همان فلسفه انجام دستاوردهای کوچک و موفقیت‌های بزرگ بود. او می‌گفت قاعده کلی استراتژی مذکور به این است که اگر آنچه را که به دوچرخه سواری مربوط می‌شود بشکنیم و سپس در هر کدام از این اجزای شکسته شده به اندازه 1% اصلاحات ایجاد کنیم، با کنار هم قرار دادن همه آنها به پیشرفت قابل توجهی خواهیم رسید. به این ترتیب
دستیارانش کارشان را با انجام تغییرات کوچکی که از یک تیم دوچرخه سواری انتظار می رود شروع کردند. آنها زین دوچرخه را دوباره طراحی کردند و آن را راحت تر ساختند. به تایرهای دوچرخه الکل مالیدند تا ورزشکاران تسلط بیشتری روی دوچرخه داشته باشند. او و دستیارانش از دوچرخه سواران درخواست کردند که برای حفظ دمای ایدئال ماهیچه‌های بدنشان شلوارک‌های مخصوص و کوتاهی بپوشند که با جریان الکتریسیته گرم میشد. همچنین برای نظارت و ارزیابی عملکرد هر ورزشکار از حسگرهای بیوفیدبک استفاده کردند. آنها پارچه‌های مختلف را در یک تونل باد امتحان کردند. از دوچرخه سواران صحرایی خواستند که از لباسهای دوچرخه سواران داخل سالن استفاده کنند، چرا که این لباس‌ها سبک‌تر بودند و آیرودینامیک بیشتر داشتند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بریلزفورد، من نمیدونم اسمش درست میگم یا نه، بریلزفورد و تیمش به جستجوی اصلاحات 1% در بخش‌های نادیده گرفته شده و جاهایی که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد به کار خودشان ادامه دادند. مثلا آنها انواع اقسام ژل‌های مختلف ماساژ را امتحان کردند تا ببینند کدام یک سریع‌تر کارایی و عملکرد ماهیچه‌ها را بهبود می‌بخشد. حتی یک پزشک استخدام کردند تا بهترین روش شستشوی دست‌ها را به رکابزنان یاد بدهد و از این طریق امکان سرما خوردن آنها را پایین بیاورند. نوعی بالش و تشک برای دوچرخه سواران درست کردند که باعث شد هر ورزشکار شب‌ها خواب راحتی داشته باشد. حتی داخل کامیون حمل و نقل دوچرخه ها را رنگ سفید زدند. تا بتوانند گرد و خاک‌های ریز روی بدن کامیون را ببینند. این ذرات گرد و خاک در شرایط عادی دیده نمی‌شود، اما می‌توانست عملکرد دوچرخه‌هایی که تنظیم شده بودند را تحت تاثیر قرار دهد. به همین ترتیب وقتی این نکات و صدها اصلاحات کوچک دیگری روی هم جمع شدند، نتایج خوب و سریع‌تر از آنچه که هرکس تصور می‌کرد فرا رسید. تنها 5 سال بعد از استخدام بریلزفورد، تیم دوچرخه سواری بریتانیا توانست در مسابقات جاده‌ای و پیست بازی‌های المپیک پکن در سال 2008 60% از مدال‌های قهرمانی مسابقات را از آن خود کند. 4 سال بعد وقتی مسابقات المپیک به لندن آمد، بریتانیایی‌ها با کسب 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی به اوج خودشان رسیدند. در همان سال اولین دوچرخه سوار انگلیسی به نام برادلی ویگینز توانست عنوان قهرمانی مسابقات تور دو فرانس را به دست آورد. سال بعد نیز هم تیمیش کریس فروم برنده همین مسابقات شد و در سالهای 2017 2016 2015 نیز عنوان قهرمانی را به خودش اختصاص داد. به همین ترتیب بریتانیایی‌ها که نتوانسته بودند طی 108 سال حتی یک مدال طلا بگیرند، در عرض 6 سال 5 پیروزی در تور دو فرانس را در کارنامه خودشان ثبت کردند. در طول یک دوره 10 ساله، یعنی از سال 2007 تا 2017، رکاب زنان بریتانیایی 178 مدال طلای قهرمانی جهانی، 66 مدال المپیک و پارالمپیک و 5 پیروزی در مسابقات تور دو فرانس را به دست آوردند که موفقیت‌آمیزترین پیروزی در تاریخ دوچرخه سواری محسوب می‌شود. اما به نظر شما این اتفاقات چگونه رخ دادند؟ چگونه تیمی که دوچرخه سوارانش در گذشته ورزشکارانی معمولی بودند توانستند با تغییرات جزئی به قهرمانان جهانی تبدیل شوند؟ تغییراتی کوچکی که در نگاه اول جزئی و پیش پا افتاده به نظر می آمدند، چطور چنین تفاوت چشمگیری را رقم زدند؟ چرا اصلاح و پیشرفت‌های کوچک در کنار هم دیگر باعث چنین نتایج قابل توجهی می شود؟ چطور
سری تغییرهای کوچیک باعث اتفاقای بزرگ یا تغییرهای بزرگ میشن. اینجوری به کارهای کوچیک که اصلا فکرشون هم نمی کنی باعث تغییرهای بزرگ بشن میتونن باعث بزرگترین تغییرات توی زندگیتون بشن. این هم از درس امشبمون. اگه دوست دارید از این کتاب خونی ها بیشتر بذارم تو کامنت حتما بهم بگید باشه.